فارسی بود گریه پدرم، فارسی هست خنده پسرم. مادرم سالهاست میگوید فارسی درد میکند کمرم. فارسی میروم به دکانها تا که دیوان تازه‌ای بخرم. فارسی دوست دارمت بسیار، با خودم آمدم تو را ببرم. گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. حق بر جانب مؤلف این مصرع‌ها علامه محمد اقبال لاهوری که در مورد شیرینی این لحن نگاشته است. واقعا زبان پارسی، دری و یا تاجیکی از شیرین ترین زبانهای دنیاست گویم سهل نخواهد شد، به ویژه اگر این دور دری بر رشته نظم کشیده شود. بیهوده نیست که هر زمان در لندن با تشبث کانون همیاری پارسی زبانان لندن نشستی ادبی و فرهنگی زیر عنوان شب شعر شکربار پارسی دایر می گردد. به نزدیکی به ما نیز شرکت ورزیدن در شب نشینی نوبتی دست داد که در آن شاعر و نویسندگان، ادیب و روزنامه‌نگاران، سراینده و نوازندگان فارسی زبان و عموماً هواداران شعر شکربار فارسی اشتراک نمودند. 100 بار بگفتم به غلامان درت تا آینه دیگر نگذارم ببرم. ترسم که ببینی رخ همچون قمرم که از باز نیاید دیگر اندر نظرم. شب شعر به خاطر عزیز که ما اگرچه در کشورهای بیگانه زندگی میکنیم ولی فرهنگ مادری خود را همیشه حفظ کردیم. به حال هم همون کوشش داریم که نسل ما باید میراث بزرگان ما که به ما رسیده است از طریق شعر، از طریق رمان، از طریق داستانها، مقصد به می زبانی که ما صحبت میکنیم یادگار پدران و اجداد ما هست. خود میدانیم که در امیتون مراسم باید شرکت کنیم به خاطر از فرزندای ما اینجا اگر بزرگ شدن یا کلان شوند دیگر نمیتونن با آداب و رسوم ما از یاد میبرن. این مراسم ها اینا را با فرهنگ اجدادشان آشنایی میتن و این فرهنگ هیچ موقع از نسل ما فراموش نخواهد شد. همزبانای تاجیکی و همزبانای ایرانی و افغانستانی هایی که در اینجا حضور دارن ما خود را با عنوان بیگانه نمیدانیم. تو فکر میکنیم که همگی ما از یک خانه هستیم. البته وقتی که شعر از زبان خود شاعر صدا می دهد تراوت خاص ظاهر می کند، زیرا چیزی که از دل می براید به دل می نشیند می گویند. در محفل شاعران از چکیده های خامه خود به حاضرین تقدیم نمودند. اگرچه از سفر دیر آمدم دیر، عذابم می دهد بغضی نفسگیر. تمام سهم چشمم بی زوالی است، وجودم در هجوم خشکسالی است. غریب آباد بود آنجا که بودم، مگر دل شاد بود آنجا که بودم. ز باغ لحظه ها صد درد رویید، تبر بر شانه های مرد رویید. در یک محفلی بسیار هم زیبا و خاطرمان قرار داشتیم که شعر شکربار ناب پارسی بود. گفتن ممکن است که امروز ها ما در مسافری هستیم، تشنه چنین محفل ها بودیم. من خبر اول بود اشتراک کردم، بسیار به من محقول شد. برگزاری چنین محفل بسیار اهمیتی کلان دارد، غذای معنوی میبخشد. باعث خرسندی است که در هر چاره‌بینی چهره‌های نو ادبیات و فرهنگ، استعدادهای جدید کشف می‌گردند. با واسطه این نشست‌ها اهل علم و ادب می‌توانند با هم از نزدیک شناس شوند، از ایجاد همدیگر برخوردار گردند، الهام گیرند، همکاری‌ها را راه اندازی نمایند و مبادله افکار کنند. بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق صبر کن وفا کن. دردیست غیر مردن کان را دوا نباشد، پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن.
برای خود من به عنوان کسی که علاقه‌مند به زبان فارسی هستم و تقریبا روزی نیست که من شعری از شاعران بزرگ فارسی زبانمون سعدی و حافظ نخونم، گوش نکنم. ولی اینجا بسیار چیزای جدیدی یاد گرفتم، مثلا در مورد فرهنگ افغانستان، در مورد نگاه مردم تاجیک موضوعات جدیدی مطرح شد که برای خود من بار اول بود و من واقعا توصیه میکنم کسانی که ادعا میکنن علاقمند به زبان فارسی هستن، خودشون رو فارسی زبان میدونن، توی همچین جمع‌های شرکت بکنن، ایده های جدید بیارن. خود این تشویق میکنه شعر یاد بگیرن، شعر حفظ بکنن، دنبال متون فارسی باشن و همین یواش یواش باعث میشه نسلی که اینجا داره رشد میکنه با این فارسی و با این فرهنگ فاصله پیدا نکنه و این ارتباط همیشه حفظ بشه. بعد فرجام قسم یکم تدبیر هنگام تنفس، اشتراکداران چاره‌بینی از جانب آشپز معروف سمرقندی اکبر مجیدوف که خود نیز یک شخص صاحب فرهنگ و علم دوست است، با خوراک‌های لذیذ سمرقند از قبیل آش پلو و نان و سمبوسه‌های سمرقندی مهمان کرده شدند. قسم دوم چاره‌بینی نیز خیلی خوش و خاطرمان بود. ناطقان ابراز نمودند که برگزاری چنین شبنشینی‌ها از منفعت خالی نبوده، بهر پاسداری و تشویق و ترغیب زبان فارسی مساعدت خواهد کرد. خیلی خودم رو مجبور کردم که امشب بیام و خیلی خوشحالم که لهجه‌های قشنگ فارسی رو اینجا میبینم. این کانون منم هست و همیشه افتخار اینجا داشتم که در جمع دوستان باشم. صمیمانه از تمام دستاندرکاران این کانون سپاسگزاری میکنم. بانگ جشنی تاجیکان آید همی، شورشی اندر جهان آید همی. از نژاد پاک هوشنگ بزرگ، هوشمندان جوان آید همی. نوروز مرا به کابلستان ببرید، تا بلخ و بدخشان و سمنگان ببرید. دور از وطنم در این هیاهوی بهار، تا دیدن لاله های لغمان ببرید. در چاره‌بینی وضع امروزه ایران نیز از نظر دور نماند. اشتراکچیان شبنشینی تمنای تنجی و آسایشتگی این دیاری برای هر فارس زبان عزیز را نموده، شعرهای تازه ایجاد را در این موضوع نیز قرائت کردند. درود فراوان من بر شما عزیزان، ز شوق آزادی میزنید فریاد هر آن. اشک شادی ز گونه ها سرازیر شد، تا کاخ اهریمنان بشد ز بن ویران. سرود بخوانید و رقص کنان در میدان، که آینده‌ای بس درخشان دارد ایران. درود فراوان به روح پاک جانبازان، به آن جوانان شجاع این دوران، به آن نونهالان بیگناه سرزمین ایران، که بریختند به آن خاک مقدس خونشان. سرایندگان و شاعران فارسی زبان تا درگه با شعر و ترانه‌های دلنشین و گوارای فارسی طبع هواداران شعری شکربار پارسی را بالیده ساختند. فروخ یلداشف از لندن مخصوص برای آریان. عمر من مرگیست، نامش زندگانی. رحمتی کن که از غمت جان می سپارم. بیش از این من طاقت هجران ندارم. کی نهی بر سرم پای پری، از وفاداری شد تمام اشک من. بس در غمت کرده ام زاری. نوگلی زیبا بود حسن و جوانی. عطر آن گل رحمت است و مهربانی.